روزی کدخدا آقا مشغول تنظیم روابط خارجی و تهیه برنامه ششم توسعه بود که شلشل از راه رسید. کدخدا آقا برای کمک به محرومان روستا بودجه نیاز داریم. هزینه‌اش زیاد است، نداریم. برو بگو صندوق صدقات را بیشتر کنند. مکتب خانه روستا سقف و دیوار و نیمکت و معلم و تخته و کتاب ندارد. هزینه‌اش زیاد است، نداریم. برو بگو مالیات را بیشتر کنند. کدخدا آقا هزینه‌اش زیاد است، نداریم. روستای ما در قلب مردم روستاهای همسایه است. کشور همسایه، تو از امروز دیگه همه استراتژی منی. علی جون، از این به بعد همه هزینه‌هات با منه، تو مدافع منی. علی جون، از قربون تسلیحات شیمیاییت برم من. علی جون، از این به بعد هر چی بخوای فراهمه. علی جون.